بسم الله الرحمن الرحیم. با احترام و احترام خدمت همه شما مهمانان گرامی، استادان فرهیخته، دانش آموزان کشا و قویجه، عزیزانی که با قلم اندیشه و هنرشان امروز شایسته تقدیر و تحصیل شده‌اند. درود می‌فرستم بر لحظه‌هایی که بیانگیری و دانایی اختصاص یافته‌اند و بر دل‌هایی که در میان صفحات کتاب‌ها و دنبال نور و حقیقت رفته‌اند. امروز در پرتو نور دانش و هنر گرد هم آمده‌ایم تا 11مین جشن برای احترام کتاب جاوی را گرامی بداریم. جشنی که نه تنها ترویج فرهنگ کتابخوانی را هدف دارد، بلکه در دل خود خاطره از مسابقه پربار کتابخوانی و نمایشگاهی از رنگ‌ها و خیال‌های زیبای نقاشیان نیز جای داده است. این روز بازداشت اندیشه و آفرینش است، روزی که در آن هم کتاب می‌نوشد و هم هنر. این جانب علی آقا باقری یکی از دوستداران کتاب و دانایی هستم و امروز بسیار خرسندم که در حضور شما عزیزان قرار دارم. مقاله را که تحت عنوان کتاب رنگی برای اندیشه ها آماده کرده‌ام می‌خواهم تقدیم حضورتان نمایم. کتاب ها صرفاً مجموعه‌ای از واژه‌ها نیست. کتاب موزه‌ای است بی‌صدا، آرام اما پرقدرت. کتاب پلی است میان انسان و اندیشه، میان دیروز و فردا و میان واقعیت و خیال. هر وقت از آن نردبانی است برای اوج گرفتن. کتاب است که انسان را با خود واقعیش نزدیک می‌سازد، با جایی که قلب و عقل در هماهنگی‌اند. و کتاب یعنی جستجو، یعنی سفر بی‌پایان از زمین به آسمان و از محدودیت و بی‌نهایت. در دنیایی که هیاهوی لحظه‌ها سکوت اندیشه را می‌رباید، کتاب‌ها چون پنجره‌های باز و سوی روشنی در دل تاریکی‌ها می‌دروشند. کتاب‌ها نه فقط برگاهی در کنار هم، بلکه جان سخن است. روایت هزاران ذهن و دل که با جوهر واژه‌ها به هم پیوند خورده‌اند. و اما نقاشی روایتی بی کلام دل است. گاهی یک تصویر آنقدر معنی دارد که 100 صفحه نوشته نیز به پایش نمی‌رسد. نقاشی روایتی است از افکار هنرمندان کوچک کشور ما، آنانی که با قلم پنسل‌های رنگین افکارشان را بر
روم سفید آورده‌اند. این جشن تجلیل از زیبایی ذهن‌های خلاق است، ذهن‌هایی که دستور کتابخانه‌ها در خلوت برگاه‌های کتاب و گفتگوی بی‌صدا با خیال پرداخته‌اند و نقاشان نیز بی‌نیاز از زبان روایتگر خیال‌اند، خیال‌هایی که بارانجان می‌گیرند و بی‌کلام حرف می‌زنند. بیایید باور کنیم که هر صفحه‌ای که ورق می‌زنیم دری است و جهان تازه. هر کتاب سفری است و هر سفر تجربه‌ای است که روی ما را وسعت می‌بخشد و چیرانگیزی بالاتر از دارایی برای تابلوی آینده. و اما شما ای مردم با فرهنگ، بیایید با کتاب رو آوریم، فرزندانمان را از کودکی با کتاب دوست کنیم و خانه‌هایمان محفظه‌های ارزانی ببخشیم و لحظه‌ای از خود را با مطالعه اختصاص بدیم. فرهنگ کتابخوانی تنها سواد را افزایش نمی‌دهد، بلکه خیرات را بارور کرده و نگاه ما را نسبت به انسان بهتر بودن گسترش می‌دهد. و اما هنرمندان ما با رنگ و خط، با شکل و تصویر و باز و احساس می‌گویند. نقاشی و آثار قلم‌های آنان نیز مانند کتاب روایت‌هایی هستند از درون افکار این استعدادهای خلاق. تشویق این استعدادها نه تنها پای دلگرمی است برای خالقانشان، بلکه برای ساختن آینده‌ای استراتژیک و روشن‌تر برای جامعه پویا. پس بیایید کتاب بخوانیم و هنر را بستاییم، بیایید دانایی را بجوییم و زیبایی را پرورش دهیم. آینده از آن ملتی است که هم می‌خوانند و هم می‌آفرینند. جان سپاس از توجهتون. بسم الله الرحمن الرحیم. اله انفقنی بالهدی و الهمنی بالتقوی. فرهنگیان نهایت عزیز و دوست داشتنی و معارف دوستان گرامی و شمایی که همه اهل مطالعه و اهل کتاب و دوست کتاب هستید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هرچند برنامه ورزشی نیست و جا داشت که آقای بسم الله حمید عامل معارف ولسوالی جمهوری
خدمت شما عرض ارادت می‌داشت. قرار گفتم بیاید سلام و پیامشان رو ما برسونیم. در دقیقه اول برایشان کاری پیدا شد و ندانستن بیاید و ما با نمایندگی از شما جوامعی که هم اهل ورزش هستید و هم اهل مطالعه می‌خوایم چند دقیقه که وقت آنچنانی هم نداریم خدمت شما عرض ارادت داشته باشیم. در ابتدا اینجا واقعا چیزی رو که ما دیدیم هم جدید هست و هم قابل تقدیر. 11 سالگی یعنی 11 سال فعالیت کردن خانه کتاب جمهوری و امروز 11 سالگی این مرکز فرهنگی را خدمت شما فرهنگیان عزیز تبریک میگم. در گام دوم جا دارد از برگزار کنندگان همچون برنامه‌ها که واقعا نیاز مبرم و اساسی امروز جمعه ما هست تقدیر بکنیم. بدون اینکه اسم ببریم که حالا چه کسایی در این بخش نقش داشتن و چه کسایی آمدن این برنامه را برگزار کردن از اینا تقدیر می‌کنیم و قابل ستایش هم هستند. در رابطه با کتاب و کتابخانه شمایی که امروز آمدین حتما با کتاب و کتابخانه ارتباط تنگاتنگ داشته و داریم و فواید و اهمیتشان هم بهتر و بیشتر از ما اگر ندانید کمتر نمی‌دانیم. کتاب و کتابخانه را هر چی که ما بخواهیم توصیف بکنیم در 5 دقیقه و 10 دقیقه و 1 رو تقریبا ممکن نیست. حالا به کوتاه که اهمیت کتاب و کتابخانه رو بگیم. کتاب در واقع چیزی هست که تمام داشته‌های دیگران را به ما انتقال می‌دهد و خوشبختانه چه در بخش اجتماع، چه در بخش اقتصاد، چه در بخش سیاست، چه در بخش ازدواج، چه در بخش ورزش، همه اینا را اگر ما بخواهیم از کتاب به دست بیاریم برای ما انتقال کنیم. تجارب دیگران کاملا مفت و رایگان در اختیار ما قرار می‌گیرد از طریق کتاب و در واقع ما عمر آنچنانی که داشته باشیم بباید اینا را تجربه بکنیم که بسیار سخت است و کوتاه مدت در اختیار ما هست. یعنی اگر کسی باید ازدواج موفق نشده باشد میدونه که کتاب در این رابطه بخواهد. چند بار قرار هست که طلاق و تجربه بکنه تا اینکه بالاخره در این بخش صاحب نظر شد و همین کتاب در واقع جهانبینی و نقشه‌هایی هست که مطابق او عمل ما نقش می‌دهد. یعنی اگر ما بخواهیم عمل ما مناسب و خوب باشد دیدگاه‌ها و جهانبینی ما را از طریق همین کتاب‌ها خوب بسازد و یک کتابی که تقریبا به او اشاره شاید نشده باشد و کمتر امروز هم مورد توصیف قرار گرفته باشد و اون رو بخواهیم به شما معرفی بکنیم. او کتاب کدام کتاب هست؟ دفترچه راهنمای زندگی ما هست و نویسنده او که هست نویسنده او کسی نیست جز خالق ما و چون خالق ما معلومات دقیق در مورد ما دارد چیزهایی را که برای ما فرستادن دقیق و کار برده. پس چه خوب است در کنار کتاب‌های دیگری که ما مطالعه می‌کنیم و می‌خوانیم این کتاب را فراموش نکنیم چون این کتاب هم راهنما هست و هم معجزه است. یعنی تنها کتابی که هم معجزه هست و هم راهنما و معجزه پیامبر گرامی اسلام هم هست همین کتاب است که این را انشاءالله حتما در نظر بگیرید. چیز دیگری که ما اینجا دیدیم کتابخانه دیجیتال را معرفی می‌کنند. واقعا امروز چیزی هست که آپدیت شده هست، قابل هم هست، آسان هست و ارزان هست که جوانان مطمئنا این را هم در نظر می‌گیرند و تهیه خواهند کرد و استفاده خواهند کرد. چیز دیگری که دیدم واقعا همه این موضوعات قابل تقدیر هست و مورد پسند همه این موضوعات. ایجاد رقابت کتابخوانی یا مسابقات کتابخوانی هست و این رقابت‌ها چه خوب است که کوتاه مدت نباشد. یعنی ما امروز آمدیم در مسابقه شرکت کردیم دیگه صرفا همینجا تمام نکنیم دیگه ما اول نشدیم در کتابخوانی تمام. این یک تمرین باشه برای ماهای دیگر 11 ماه دیگر مطالعه را ادامه بدیم و در زندگی ما معمولا ما به چند چیز بیشتر ضرورت داریم. یکی علم و دانش، یکی صحت و سلامتی، یکی پول و مال. علم و دانش اگر میخواهید مطالعه و کتاب را دنبال کنید. پول و
مادیات و امکانات رفاهی اگر میخواهید تجارت رو دنبال کنید، صحت و سلامتی اگر میخواهید ورزش و تغذیه سالم و تفریح سالم را دنبال کنید. پس چه خوب است که ما در زندگی خود هم مطالعه بکنیم، هم ورزش بکنیم، هم تجارت بکنیم تا همه جمله رشد کرده باشیم. با اون دوستایی که کار دماغی میکنن و مطالعه میکنن مطمئنا به ورزش میرسن. در کنار مطالعه ورزش دارن، در کنار ورزش هم مطالعه ضرورت است و این در واقع لازم و ملزوم هم هستند. پس چون وقت آنچنانی نیست، منم گفته بودم 4-5 دقیقه بیشتر